سلام دوستان، امیدوارم کارتون عالی باشه. امشب میخوایم در رابطه با یک اصطلاح جدید صحبت بکنیم، ولی خب با کارایی تکراری، کارایی که حالا قبلا ما انجام میدادیم آپدیت محتوایی رو و توی کانتنت آودیت به این پروسه و استپ میگن کانتنت ریسایکلینگ یا کانتنت ریسایکل. پروسه به این شکله که از طریق اسکیمینگ فراگ و ریجکس میایم برای سایت هایی که اولد هستن و نیو نیستن، سایت های جدیدی نیستن، سایت های قدیمی هستن که مثلا 1000 1500 2000 تا 3000 تا کانتنت محور، 5000 تا 10000 تا کانتنت داره و بنیه و به قولی قدرت این رو داره که بشه داخلش آپدیت محتوایی انجام داد. برای اینکه بتونیم کار رو خیلی ساده تر بکنیم، میایم از طریق اسکیمینگ فراگ بر ریجکس میایم سورت اینها رو در میاریم برای دیتا دیسکاوری و پلنینگ کردن. از پلنینگ کردن هم به صفحه اینتنت دتکت میره که ببینی آیا کانتنتی که هست با اون آپدیت محتوایی که میخوای انجام بدی اینتنت مچ هست یا خیر، و بعد هم پروسه پابلیشر محتوا، آپدیت محتوا، پابلیش اند آپدیت انجام میدیم که به دو حالت. حالت اول اون عناوینی که برای اون داکیومنت هست قابلیت بودن یک تاپیک و یک انتیتی و یک بلاگ جدیده، یک پست جدیده، یا همین که نه اون یک سوال متداولیه که توسط کاربرها سرچ میشه و اصلا نمیشه براش یک محتوای غنی مثلا 600 700 هزار کلمه ای ایجاد کرد یا 1000 کلمه ای. پس از این تکنیک استفاده میکنیم که کار رو راحت‌تر در بیاریم. توی اسکیمینگ فراگ میایم و قسمت کاستوم اکسترکشن رو میزنیم. کاستوم اکسترکشن رو که زنیم، حالت جدیدی که حالا حدود 2 ماه 1 ماه و نیمه که اضافه کرده اسکیمینگ فراگ، دو حالت داره. حالت ویژوال سلکتور، یعنی میتونی ویژوال سلکت بکنی اون آدرس سایت رو و دستی سلکت بکنی، یا همین که بیای از طریق ریجکس یا اکسپرس یا سی اس اس پس استفاده بکنی و جا رو در بیاری. من اینجا از طریق اسکیما ریجکس اسکیما اینا رو دارم اکسترکت میکنم. خیلی ساده تر از همه است و راحت هم در میاد. چون ما اگه بخوایم بخش ویژوال رو بگیم، یکم سخت کلیک کردن روی اون آبجکت ها و دام ها، یکم بالا و پایینی شاید ایجاد بکنه، بعد بگیره، یه وقتایی یه جاهایی از حتی داره یه اسپیس، یک نقطه اضافه میکنه و ولید نیست اون پستی که داره ایجاد میکنه. پس بهترین حالت همین استفاده از ریجکسه. میایم از طریق این دوتا کد دوتا پارامتر اصلی رو از اسکیما میگیریم. پارامترهایی که از اسکیما میگیریم پارامترهایی هستن که توسط افزونه‌های سئویی حالا اونجا ثبت میشه و به هیچ عنوان ردخور نداره که بگیم مشکل ایجاد بکنه. در صورت مشکل ایجاد بکنه که ورداریم اون پست آیدی رو ورداریم ادیت بکنیم و بیایم دیتشو اونجا تاریخش رو عوض بکنیم. در این صورت اینجا هم عوض میشه. پس اگر کسی دست نزده باشه به این موضوع، به راحتی میتونین درش بیارین. روش های دیگه هم هست برای اکسترکت کردن دیتا ها و وب اسکرپینگ کردن به قولی، ولی خب من دیگه ساده ترینش رو انتخاب کردم. از طریق این ریجکس، این کد ریجکس میایم چیکار میکنیم؟ تیکه کد میایم دو تا پارامتر اصلی که باید برای کانتنت ریسایکلینگ داشته باشیم رو اکسترکت میکنیم. من برای مثال از سایت به قولی دیجیکالا استفاده میکنم و میام حالا مود اسکیمینگ فراگ رو، مود اسپایدرم و مود این کرالری که دارم رو میذارم حالت لیستی. حالت لیستیش میکنم که حالا دیگه نخواهیم وقت بگیریم، خیلی اجازه میدیم تا کار انجام بشه. خب 1001 URL دیتکت کرده، فاوند کرده و ما استارت رو میزنیم. استارت رو که زدین، همینجا تو همین تب توی تب کاستوم اکسترکشن برامون میاره، هم پابلیش تایم رو داره میاره، هم آپدیت تایم رو داره برامون میاره. یعنی عملا همه چی اوکی، آماده، فقط برای رفتن به صفحه پلنینگ و پلنینگ استراتژی که دیگه حالا دیگه استراتژی بسته به شماست که اون تایتل رو میخواین یک تایتل یک داکیومنت جدید بکنین یا اینکه نه همون رو توی همون اینر داکیومنت
به عنوان یک آپدیت محتوایی انجام بدید. خب من برای اینکه خیلی ویدیو به قولی طولانی نشه، من تا همینجا کارو پاوز میکنم. پاوز کردم، پابلش تایم رو میارم سورت میکنم. پابلش تایم رو سورت کردم، میبینم یه مقاله دارم 9/12/2015 که اصلا آپدیت نشده، یعنی به هیچ عنوان آپدیت نشده. یه مقاله دیگه داشتم مثلا 14/11/2015 آپدیت نشده. هیچ کدوم از اینها آپدیت نشدن، یعنی من نمیدونم حالا به چه علت و چی از دستشون در رفته یا هر چی، ولی خب آپدیتی ما اینجا نداریم. خود همین داستان بهش میگن کانتنت ریسایکل یا کانتنت ریسایکلینگ. به شدت روی سایت هایی که عمر دارن و دارای محتواهای غنی هستن جوابگوه. آپدیت محتوا رو هممون میدونیم، ولی از طریق این روش یک اتوماسیون ایجاد کردیم. همین میشه اتوماسیون کرد. یک اتوماسیون ایجاد کردیم که این اتوماسیون میاد اون مقالاتی که برای حالا به قولی آپدیت محتوایی که بخوایم انجام بدیم میتونیم اینجا در بیاریم که دو پارامتر مهم، پابلش تایم و آپدیت تایم رو داخلش میزنیم که این دوتا اکسترکت بشن. اکسترکت شدن میریم توی کار پلنینگ. به همین راحتی، به همین سادگی دیگه بقیش دست خودتون رو میبوسه دیگه. اگه سوال چیزی بود حتما ازم بپرسید. مراقب خودتون باشین بچه‌ها. خدا یار نگهدارتون باشه.